دوستان و هموطنان نازنین، وقت شما بخیر. انشالله که خوب و صحتمند باشید. بازم با یک ویدیو دیگه از کانال یوتیوب صنایع دستی گلنگار خدمت شما قرار داریم. امروز میخوایم یک محصول بسیار خاص و متفاوت بلدشون نشان بدیم. اما رقم که استقبال مشتری ها و شما این بود که سیت جهیزی تاپایی را بسیار زیاد خوش کردین، بسیار سفارش داشتین. امروز یک مقدار متفاوت‌تر از دیزاین و طرح‌های قبلی یک دانه سفره کار کردیم. اون خواستم روش ما شریک کنم. اگر خوش اومد این رقم محصول خریدین یا سفارش داشتین، کافیه که در واتساپ ما پیام بدین و سفارش خود ثبت کنین. خدمات ارسال سراسر جهان داریم و همچنان تمام ولایت افغانستان. این سفره 4 متر، یک چیزی متفاوت تر از سفره یا دوختای تاپه‌ای قبلیه که هم رنگایش بسیار رنگای جذاب کار شده و هم یک ظرافت و طرح خاص در این قسمت شما اضافه کردیم. سفره ها معمولا از 1.5 متر شروع میشه. ما 1.5 متر کار کردیم، 2 متر، 2.5 متر، 4 متر و 6 متر، 6.5 متر هم کار کردیم. ما این از نزدیک بلدش نشان میدم دوختایی که کار شده. یک طرح این دفعه اینج کار کردیم بسیار خاص هم در ظرافت بسیار خاص و رنگ‌آمیزی دقیق و گلدوزی که اطرافش آمده. این گلدوزی قبلا پیکو کار میکردیم ولی گلدوزی او را قشنگتر و جذابتر و رنگ‌آمیزی هایی که استفاده شده، مثلا با این روی بسیار رنگای دلنواز، شاد و خوش رنگ، این را زیبا و خاص کرده. سر تا سر و دور دورش اینمی دیزاینه و 4 متر. رنگای قشنگ، طرح و دوختی عالی. اگر شما رقم محصول کار دارین در واتساپ ما سفارش بدین، سفارش حساب کنین و در منزل تحویل بگیرین. جدا از این هر مدل لباس هزارگی یا هر سفارش دیگه از جهیزیه و دیگه مدل لباس ها ما در خدمتیم. تشکر از اینکه همیشه همراه ما هستین، ما را حمایت کنین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.